أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مخاطبین ارزشمند، برادران بزرگوار و خواهران گرامی، از آیه 32 سوره مبارکه احزاب تلاوت گردید و به صورت مختصر این آیات را ترجمه و تشریح می کنیم. الله عز و جل به همه ما فهم صحیح و فهم درست کلام الله مجید را عنایت بفرماید و توفیق عمل به کلام الله عنایت بفرماید. آنچه که در آیات گذشته خواندیم این بود که الله عز و جل به ازواج مطهرات، به همسران گرامی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در آیات گذشته اختیار دادند. آیه تخییر به اصطلاح بود که از دو چیز یکی را انتخاب بکنند، یا خداوند را و رسول خداوند را و دار آخرت را، و یا اینکه متاع دنیا و زرق و برق و عیش و نوش دنیا را. چنانچه بعد از این آیه همه همسران آن حضرت صلی الله علیه و سلم بدون استثناء، یکی بعد از دیگری، وقتی که این آیه جلویشون خونده شد، اونها خداوند را و رسول را و دار آخرت را انتخاب کردند، پسندیدند. حالا در این آیه که تلاوت شد، در ابتدای این آیه ما میخوانیم که یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ای همسران پیامبر، ای زنان پیامبر، شما نیستید مثل بقیه زنها، مثل یکی از زنهای دیگه نیستید. منظور چیه؟ بسیاری از اهل تفسیر نوشتند که خواسته‌ای که همسران پیامبر مطرح کردند و اون چه که اونها خواستند اون خلاف شرع نبود، خلاف عرف نبود. یه زن میتونه از شوهرش نان و نفقه بخواد، لباس بخواد، نفقه بهتر، لباس بهتر،
بر حسب توانایی شوهر میتونه مطالبه داشته باشه و این مطالبه خلاف شرع نیست، خلاف دستور قرآن نیست. اما همسران پیامبر چون در عقد رسول الله هستند و زندگی رسول الله یک زندگی ویژه‌ای هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خودشون دار آخرت را انتخاب کردند و در دنیا نخواستند که در زندگی آنچنانی باشند، لذا همسران پیامبر به طبع باید تابع رسول الله باشند و مثل زنهای دیگه که برای زنهای دیگه جایز هست از شوهرانشون نان و نفقه مشروع بخواند، مثل زنهای دیگه از پیامبر مطالبه نکنند. این آیه به همسران پیامبر این نکته را میفرماید: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ای زنان نبی و ای زنان پیامبر نیست شما مثل یکی از زنهای دیگر، یعنی شما یه زن عادی نیستید، شما در حریم رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید، شما همسر پاک بهترین نبی خدا هستید. لذا ان اتقیتن، وقتی که شما تقوا را اختیار کنید، شما خدا ترس باشید، شما با تقوا باشید، شما ویژه هستید. لذا به این دلیل هست که شما نمیتونید مثل زنهای دیگه دنبال زرق و برق باشید، دنبال متاع دنیا باشید، دنبال عیش بالا باشید، بلکه شما به طبع پیامبر باید زندگی با قناعتی داشته باشید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای خودشون دعا کردن: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، بار اله رزق آل محمد را قوت بگردان. قوت به معنای به اندازه‌ای که سد رمق باشه، به اندازه‌ای که سد جوع و گرسنگی باشه. یعنی آن حضرت صلی الله علیه و سلم مال زیاد نخواستند، ثروت و سرمایه زیاد نخواستند، همه را برای آخرتش ذخیره کردند. لذا شما همسران پیامبر مثل زنهای دیگه نیستید، شما باید این چنین باشید. فلا تخضعن بالقول، بنابراین وقتی که شما خاص هستید، شما ویژه هستید، صدای خودتون را پست و پایین نگیرید. یعنی وقتی که سخن میگویید با یک کسی، با یک اجنبی، شما صدایتون را نرم نگیرید و نرم نکنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون وقت طمع میکند اون انسانی که در دلش مریضی هست، مریضی عرض کنم که بلا نسبت شهوت هست و مریضی نفاق هست، انواع مریضی هست، اون به طمع میفته. و قلن قولا معروفا، شما سخنی بگید که مطابق دستور شرع باشه، مطابق عرف باشه. منظور چیه؟ گرچه اینجا خطاب به زنان پیامبر هست، اما آیات و کلمات عامی هستند، شامل همه زنها میشه. همه زنها وقتی که سخن میگویند، با یه مرد سخن میگویند، مردی که از نظر شرعی نامحرم هست، بیگانه هست، اجنبی هست، چه پشت تلفن صحبت میکنند چه رو در رو صحبت میکنند، باید صدایشون صدای نازکی نباشد، صدای پرتکلفی نباشد، مثل صداهایی که خیلی از زنها در زمان ما تکلف میکنند و صدای خودشون را خیلی باریکتر از اون چه که هست قرار میدهند و صدایشون را کش میدهند تا اینکه بلا نسبت در صدای اونها یه تکلف خاصی احساس میشه. یا بعضی وقتی که سخن میگویند کلماتی به کار میبرند، کلماتی مثل فدایت بشم و قربانت بشم و امثال اینها،
که این نوع کلمات در دل اون کسی که مشکل داره، به تعبیر قرآن مرض داره، اشکال داره، این نوع تعبیرها و این نوع سخنها طمع ایجاد میکنه. لذا خداوند عزوجل میفرماید شما صدایتون را پست نکنید و نرم و نازک نکنید، با تکلف سخن نگویید، بلکه سخن بگویید سخن معروف، اون چه که شرع اجازه داده. وقتی که یه زن صحبت میکنه به اندازه نیاز اولا صحبت بکنه. اگر از نیاز بیشتر صحبت بکنه، هی شروع بکنه داستان تعریف بکنه و هی شروع بکنه سخنانی که نیازی نیست با اون مرد بیگانه و اجنبی داشته باشه، اون عرض کنم که از حد شرعی خارج میشه، از قول معروف خارج میشه. و همچنین در صدای خودش باید تکلف داشته نباشه، بلکه صدای خودش را صدای عادی قرار بده. و دیگه این که کلماتی که اون کلمات هم برای طرف طمع ایجاد میکنه، از این نوع کلمات هم بپرهیزه، به اندازه نیاز، به اندازه سوال و جواب، به این اندازه باید سخن بگوید. و بعد الله عزوجل به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و قرن فی بیوتکن، بمانید در خانه هایتان. بهترین چیز برای یک زن اینه که در خانه بماند و اگر میخواد بیرون بره از خونه، نیازی هست، واقعا خیلی وقتا نیاز پیدا میشه برای کاری، برای ضرورتی، برای مایحتاجی، دکتری و دیدار خویشاوندی، بالاخره وقتی که خارج میشید خداوند عزوجل میفرماید که مثل زمان جاهلیت زیبایی هایی که خداوند به شما داده و زینت ها، زیب و زینت هایی که خدا به شما عنایت کرده، چه این زیب و زینت ها درونی باشه چه بیرونی باشه، یعنی یک سری زیورالاتی و یک سری لباس های خوب و لباس های زیبا استفاده میکنه زن، اینها را به معرض نمایش نگذارید. و قرن فی بیوتکن، بمانید در خانه هایتان، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، و به معرض نمایش نگذارید مثل نمایش گذاشتن جاهلیت اولا، جاهلیت قبل از اسلام، که اون زمان و جاهلیت زمان ما همچنین. امروز هم بسیاری از زنانی که اون ذهن جاهلیت دارند، زنهایی که تفکر جاهلیت دارند و فکر میکنه که زن یه موجودی هست که باید خودش را به معرض نمایش بگذارد، مردها ببینند و تماشا بکنند، هی دنبال مدل ها هست، هی دنبال عرض کنم لباس های آنچنانی است که همگان ببینند و بلا نسبت آرایش هایی که همگان ببینند، در حالی که خدای عزوجل در زن یه سری زیبایی هایی قرار داده و آفریده که اون زیبایی ها را مرد ندارد. و همچنین از بقیه زینت ها و زیبایی ها مثل لباس ابریشم، مثل یک سری رنگ های خاص، مثل عرض کنم که طلا و زیورالات که استفاده اینها برای زنها درسته، برای مردها درست نیست. پس در درون زن هم خدای عزوجل زیبایی ها گذاشته و اجازه داده که زیبایی های استفاده بکند، به دلیل اینکه زن زینت و زیبایی خانه هست، خانه شوهر است، نه اینکه زینت و زیبایی محافل، زینت و زیبایی جلسات که برای همگان خودش را به معرض نمایش بگذارد. العیاذ بالله. نه، این آیه این را میفرماید که شما اگر زیبایی خدا به شما داده، این زیباییتون را برای شما زینت محفل خانه باشید. عرض کنم که زیباییتون را برای خانه خودتون داشته باشید و استفاده بکنید، اما برای محافل، برای جلسات، برای مردهای بیگانه نه. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، و شما به معرض نمایش نگذارید مثل جاهلیت اول قبل از اسلام. و اقمنا الصلاة، و یک سری کارها و معمولاتی خداوند عزوجل دستور فرمودن
که زنها در خانه داشته باشند. وقتی که این اعمال توسط زنان در خانه ها انجام میگیرد، اون خانه های زیبا و پرنوری میشه. پروردگار میفرماید و اقمنا الصلاة، ای زنان پیامبر و عموم زنها، نماز را برپا بدارید، و آتین الزکات، زکات بدهید و زکات ادا بکنید اگر بر شما زکات هست، و اطیعنا الله و رسوله، و اطاعت کنید خدا را و رسول خدا را. این دستورات را خداوند عزوجل چرا عنایت می‌فرماید؟ دقت بفرمایید مخاطبین بزرگوار، قبل از این دستوراتی بود که ما هم در هفته‌های گذشته و هم در این هفته خواندیم که اینها مخصوص همسران پیامبر بود، و بعد از این هم دستوراتی می‌خوانیم که ادامه دارد. اما در وسط یه آیه‌ای هست که این آیه هدف از این دستورات را بیان می‌فرماید. چرا خدا این دستورات را میده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، جز این نیست که خداوند میخواهد دور بگرداند از شما آلودگی را. رجس به معنی ناپاکی، به معنی آلودگی، به معنی گناه، به معنی معصیت، اینها را از شما دور بگرداند. اهل البیت، ای اهل بیت پیامبر، و یطهرکم تطهیرا، و شما را پاک بگرداند، پاک قرار دادنی، پاک گرداندنی. خدا میخواهد که شما از آلودگی بدور باشید، از نجاست ها و از معاصی بدور باشید و پاک باشید، ای اهل بیت پیامبر. منظور از اهل بیت چیه؟ این آیه عزیزان معروف است به آیه تطهیر، که در این آیه بیان شده تطهیر و پاکی اهل بیت پیامبر. به اتفاق همه معتقدند که اینجا تطهیر و پاکی اهل بیت پیامبر بیان شده. اما منظور از اهل بیت چه کسانی هستند؟ بسیاری از عزیزان وقتی که آیه را تفسیر می کنند، آیه را محدود می کنند و آیه را تفسیر می کنند که اگر کسی اندک نگاهی بکند، اما نگاهی بدون تعصب، به سیاق و سباق آیه، به گذشته و آینده آیه، متوجه میشه که این تفسیر نادرستی هست. میگه منظور از این اهل بیت یعنی سیدنا علی، سیدنا حسن و سیدنا حسین و سیده فاطمه رضی الله عنهم اجمعین هست. منظور اهل بیت اینها هستند. در حالی که بحثی که ما از هفته های گذشته میخوانیم و تا اینجا خواندیم و بعد از این هم ادامه دارد، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله، کلا بحث درباره همسران پیامبر است. منظور از اهل بیت، مصداق اول اهل بیت زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند، همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. نه اینکه بالاخره طوری آیه را تفسیر بکنیم که دیگران، چرا این بزرگوارانی که نام بردم، بی فاطمه رضی الله عنها و سیدنا علی و حسین و حسن رضوان الله علیهم اجمعین، اینها هم جز اهل بیت هستند. اینها جز اهل بیت هستند به برکت دعایی که در سنن ترمذی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردند خدایا اینها اهل بیت من هستند، یعنی از خداوند خواسته اینها را هم جز اهل بیت قرار بدهند و اونها به برکت دعای پیامبر جز اهل بیت هستند. اما اهل بیت اصلی اولا همسر انسانه. آیا ما میتونیم بگیم که اهل بیت ما فرزندان هستند، دختر و نوه هست، داماد هست، ولی همسر نیست؟ کسی از ما میپرسه که اهل بیت چطور هست؟ وقتی که احوال پرسی میکنیم اهل بیت چطور هست، منظور دختر و داماد که نیستن، منظور نوه ها که نیستن. اولا مراد از اهل بیت همسر انسانه
و در قرآن در آیات دیگه ما نگاه میکنیم کلمه اهل و کلمه اهل بیت برای زن به کار برده شده. در سوره مبارکه هود که اونجا فرشتگان وقتی که به خانه سیدنا ابراهیم میاین، آیه 73 سوره مبارکه هود، اونجا وقتی که همسر ابراهیم فرزند هم نداشت، اولاد نداشت، فرشته ها آمده بودند که به او بشارت فرزند بدند. اونجا وقتی که بیبی ساره علیها السلام و رضی الله عنها تعجب کرد که من که الان پیر شدم و زن نازایی هستم، به من چطور خداوند فرزند میده؟ اونها فرشته ها گفتن قالوا اتعجبین من امر الله، از این امر و دستور خدا شما تعجب میکنید؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت خدا و برکات الهی بر شما باد ای اهل بیت ابراهیم، علیکم اهل البیت. عیناً همین واژه، همین کلمه اونجا برای یک زن به کار برده شده. حضرت ابراهیم اون زمان در خانه ساره در عقدش بود و هاجر هم بود، اما ایشون در مکه بود. این جریان مربوط به شام هست، خانه بیبی ساره هست. پس حضرت ابراهیم علیه السلام که ساره رضی الله عنها و علیها السلام در خانه اش بود، فقط به ساره در قرآن آمده فرشتگان گفتند رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. و همچنین سیدنا موسی علیه السلام چندین جا در قرآن، من جمله سوره مبارکه قصص که آیه 29 هست، موسی علیه السلام بعد از اینکه با شعیب قرارداد را تمام کرد، 8 سال یا 10 سالی ماند، فلما قضى موسی الاجل و سار باهله، اهلش را برداشت و رفت به طرف مصر. و وقتی که اون نور را مشاهده کرد، قال لاهلهم كثوا انی آنست نارا، به اهلش گفت شما اینجا بمانید. و منظور از اهل کیه؟ همسر موسی علیه السلام بود. پس این چه تفسیری هست که ما همسران را جز اهل بیت قرار ندیم و دختر و نوه‌ها را جز اهل بیت قرار بدیم؟ درست نیست. و این واقعا تفسیری هست که با سیاق و سباق این آیات هیچ نوع همخوانی ندارد، بله این آیه تطهیر هست و در این آیه پاکی اهل بیت بیان شده. اما اهل بیت کی هستند؟ همسران رسول الله. و کسانی که با ادبیات عربی آشنا هستند میدونن که همش کلمات و صیغه هایی به کار برده شده که این کلمات و صیغه ها برای مؤنث، برای جمع مؤنث به کار برده میشه، که اینجا جمع همسران رسول الله هستند. اقمنا الصلاة، آتینا الزکات، اطعنا الله و رسوله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اینجا اگر صیغه مذکر مخاطب به کار برده شده به دلیل اینکه کلمه اهل از نظر عربی جمع و مذکر هست. اونجا همسر ابراهیم یک نفر است، باز هم برایش همین صیغه جمع و مذکر به کار برده میشه. رحمت الله و برکاته علیکم، نفرمود علیکه، علیکم اهل البیت. بنابراین این آیه تطهیر هست و در این آیه تطهیر ابتداءً همسران رسول الله داخل هستند و به تبع اونها بقیه اهل بیت، سیدنا علی و سیده فاطمه رضی الله عنهما، سیدنا حسن و حسین، اینها هم جز اهل بیت هستند به برکت دعای النبی که در احادیث ما داریم هستند. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. باز هم دستوراتی برای اهل بیت، برای همسران رسول الله. واذکرن هم صیغه جمع مؤنث است، یعنی ای اهل بیت پیامبر
یاد کنید واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، آنچه که در خانه های شما تلاوت میشه من آیات الله والحکمه، آیات الهی و حکمت منظور احادیث گوهربار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، اونها را بخوانید، اونها را تلاوت کنید، اونها را مذاکره کنید، به اونها عمل کنید. پس این دستورات برای شما هستند. شما مثل زنهای دیگه نیستید، شما زنهای معمولی نیستید، لذا پروردگار چون که نسبت به شما مهربانه، ان الله کان لطیفا خبیرا، پروردگار چون نسبت به شما لطیف است، مهربان است و از اعمال شما باخبر است، لذا به شما دستور میده که شما این دستورات را، اقامه نماز، زکات، اطاعت خدا، اطاعت رسول الله، تلاوت و یاد کردن آیات الهی و همچنین یاد کردن حکمت و احادیث گوهربار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، اینها را داشته باشید که اینها برای شما مفیدن و اینها به درد شما میخورند. ان الله کان لطیفا خبیرا، همانا الله عزوجل لطیف است، بسیار مهربان است و بسیار لطیف است نسبت به بندگانش و خبیرا خبیر هست، از احوال بندگان خبر دارد. با توجه به اینکه از احوال بندگان خبر دارد، بر اساس احوال اونها برای اونها دستورات را صادر می‌فرماید. لذا اینها دستوراتی بودن از ابتدای اون رکوع گذشته تا اینجا که برای همسران حضرت رسول صلی الله علیه وسلم صادر شد که بعد از اینکه شما اختیار کردید خدا را، رسول را، دار آخرت را، پس شما مثل زنهای معمولی نیستید. این احکام الهی را و این فرمایشات حضرت حق جل و علا را شما عمل بکنید، اون وقت شما از بندگان خاص خدا قرار میگیرید، بندگان با تقوا قرار میگیرید و لطف خدای عزوجل و مهربانی پروردگار شامل حال شما می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.